میام. بعد دوش به سلام کن بیا. وایسا برم داخل مپ. سلام بچه‌ها. اومدیم ماینکرافت بازی کنیم. بس کردی الان؟ آره. سلام بچه‌ها. خوش اومدید به این ویدیو. ما اومدیم ماینکرافت بازی کنیم. سروایول. با امیرحسین امیرعلی می‌خوایم بازی کنیم. بریم سراغ ویدیو. خب چی بگن دیگه دیگه ویلیج. اوه آره خب الان من بذار دوربینم رو درست کنم. چرا چیزه خب ویلیج بریم ویلیج. لوتش کردی؟ لوت نداری؟ میدونی که تو نسخه الان وای درو نداره و فقط چیزش لوت داره از اون چیزایی که زدمش نکن دراشو خیلی چیزه من دقت نکرده بودم. من داخل ویلیجم. من دارم مزرعه چوب داریم این کنی وای من هنوز شروع هم نکردم. چوب بکنم بذارم. خب اینجا الان ما چوب جمع کردیم. من در حال سنگ جمع کردم. بذار منم میام. بذارید منم میام. بذارید کرافیک چقدر شانسی خوردیم ببرم. خب الان این کرافتینگ تیبل کیه؟ من خودم کرافتینگ تیبل دارم. بذار یکم غذا اون تو کرافتینگ تیبل من گذاشتم. باشه بیا. دو تا اونجا هست. کرافتینگ تیبل هم نیست. دو تا اونجا بود. این برای منه دقیقا. حوض مخورم. حوض مخوری. حوض. آره حوض. برش کن میام. اینجا یه حرکت داشتیم. من بینهایت میکردم هلیکوپتر نه آره کیه؟ امیرحسین داری سر میخوری. داری سر میخوری. داری سر میخوری. آشناش نه امیرعلی داره قشنگ راه میره. امیرحسین داره سر میخوره. میخوای توی این خونه زندگی کنی؟ خیلی عالیه. من میرم چیز کنم گوسفند جمع کنم. تو برو گوسفند جمع کن. منم اما ویلیجر حرف میزنم. اینجا دامداری هم میتونیم بکنیم چون که یه چیز داره. آره دیگه. چرا از ماینکرافت اومدم اختاپوس. این یک حیوان است از جنس پوپ. این ویلیجر از جنس ساخته شده که بهش میگویم پوپ. یعنی چی کپی رایت؟ چون این ویدیو برای فرد دیگه اینی که ثبت شده باشه ما داریم به عنوان شوخی استفاده می‌کنیم. حویز داری؟ حوض. نه آب حوض دوست کنه. آب حویز مگه داریم؟ برو بابا. نه خدا اکیل نزنیم. نه غلط کردم.
مردم شهر بذار سلام اینا فقط دماغه وای لو شدم دماغه جلوشو وایسا دماغه آره دیگه کردم چرا با دوره دماغ اندازه اندازه کرده بابا نزنی ها 2 تا جون دارم خوراکی 2 تا و نصفی باش ببخشید باشه دابلیکیت آره من یادم رفت گوسفند جمع کنم بذار بریم غذا درست کنیم غذا که حله داداش حبیت دابلیکیت می‌کنه حبیت زمین داری نگاه میکنی باشه بابا باشه ویلیجر رو تو معلوم نمیرن خونهشون داره شب میشه بابا احمق بری هاو اومدم دوستان اینجا رو من دارم اینجا بند نمی‌کنم برای چی؟ کارگر افغانی آدمای بدبخت بیچاره شما اینو دارید شیرو ترید تو این نسخه نمیشه ترید کرد باشون چرا رفته بودی تو اینجا رو الان فقط چشه دماغ کارگر افغانی چقدر سریع میدوین رفت تو بلاک کلتو تکون بده امیر حسین اینجوری کلتو تکون بده نمیخوام یه دست کن میریزیدم من این ویلیجر رو کاشتم دهنش شد چرا میگه رو کشتی جوانو کش جوان ایرانی جوان اگه داری میبینی این مقصود دار نیست نم گیر افتادی کوچولو گیر افتادی این خونه رو پاک سازی کنیم گیر افتادی کوچولو نکن اینجا انگار فقط چیز چشم دارم دوستان من چون ندارم یکی و نصفشون دارم خیلی خرید لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعد خداحافظی میکنیم چی داشتیم؟ همه چی نه هیچی نداشتم راستی چیز چوب و اینا داشتم کجا من چوبا با چوب تو جنگل از تصویر من ناگاه میره توش دهنشه دهنشه بس منم بیام ابروش چقدر پیوسته است ابروی خلوف تازه فیلم فانتزی ها هست این ویلیجرها ابروشون پیوسته است اینجوری میکنن ابروشون رو میدن بالا هاو سلام چطوره نما که چه نگاهی میکنه ببینه بزنش این محمد محمد دهنه البته من خیلی خوب منم دیدم توشی وای منم میام بچه ها ویلیجرم چطوری شما بیاد ویلیجر شید
رفته من خیلی ویلیجر رو زدم. من الان ویلیجرم. اینجا رو دسته. سلام دوستان. آیا دماغش. حالا من برو تو شورا. بابا نکنی. سلام من سکوی دماغم بده من حویت میخوام. بده. نه نده برا گشتم نی نده. آشپزخونه الان میخوای درست کنی؟ آره. سنگی داشتی؟ دماغ فقط دماغ. کامل افتاد. عالیه ببین ویلیجر همراه ویلیجر منشی منم میام. بذار ویلیجر کچ شد. اونوری وایسا اونوری. این طرفی؟ رو عقب‌تر وایسا. نه نمیشه دیگه برعکس شد کلا. آهان الان دیگه خسته شو. کلتوی بالاتر. اینا تمامه من گم شد. نه دستم خورد خسته شو. ببخشید. آی چرا منو میزنی؟ چون تو ویلیجر زدی. این ویلیجر کثیف. الان من میام دماغت رو نگاه میکنم. برون سنگ داری سنگ. من قاطی شدم. نه الان ویدیو رو رکورد کن به بچه‌ها نشون بده. بچه‌ها امیرحسین تبدیل چیزه رکورده. بچه‌ها من متاسفانه تبدیل به ویلیجر شدم. احمد من نقطه ایم کسم کپی رایت بخوریم نفهم. کپی رایت چیه؟ از دین من دوست دارید ببینید منو. دماغ داره فقط چرا واقعا اینجوری ناکن تو کله ناکن دهنش هم معلومه. ویلیجر چیز دارم. اینا که میگن صحبت میکنم. بچه من برام دلایلی تبدیل به ویلیجر شدم. ارث خانوادگی. حاجی من من نزدم خودت زدی. آی کمون بابا دوباره ویلیجر. بچه‌ها یه آزمایش نه یه دقیقه من بذار. نه این دفعه من بچه‌ها یه آزمایشگری بوده. یه آزمایشگری بودش تو این شهر. من متاسفانه تبدیل متاسفانه یه دانشمندی تو این شهر کچلک شدی. نگاه کن باران سنگ داری؟ آره من یه درست دانشمندی گفتم. تبدیل به ویلیجر چند تا درست کردم. درست کن ملعون. چی درست کن فنیکس باشه. بذار اون خالیه جا خالیه. بچه دقت کردی بابا نه کن برو اون جا خالیه. یه دونه بساز یه دونه دیگه هم میتونی بسازی. بچه صبح شد بچه‌ها. تو تبرکلنگ بذار الان برات درست میکنم. سنگی داشتی؟ برید بیرون. میخوام محمد آزادش کنم. صبح شده. کجایی؟ ماما شب تا صبح انقدر زدیمش آدم تو کار باید. بچه قبلا ما بازی میکردیم بعد گوشیامون جا به جا شده. اسم امیرحسین هست 2009. نه اسم امیرعلی هم هست امیرحسین. بچه یه دفعه دید اسم من نه بیدیم سارا داره لیستی خود سارا سلام سارا
کچلی چرا؟ سارا چرا کچلی کچل خانو چرا؟ بیشترشون مردن فقط این فقط یه زنه اینجا اینا جنسیت ندارن چشنه تاسه دوستان بگو سارا نمیتوازه آره آقا اگه لایک نکنید محمدو میکشیم آره آره پس سری لایک کنید تا محمدو نکشیم محمدو محمد وایسا کو محمد محمد اینجا بغل منه دو تا محمدن اینجا هر جفت محمد میکشیم چطوری اینجا اصغرم داریم اکبرم داریم یه خونه ای منو نوشته شده ببین چطوری نمیدونم ببینن بچه ها چطور رفته این بالا بذار الان میام کی برد من چرا کی کاش من آیدم همه نگیری ها تو خونت بارا بیا اینجا تو محمد این محمد اینجا اصلا چیز نکنید محمد اینجا محمد همه محمد اگه بچه های ویدیو رو لایک نکنن میکشیمت ویدیو رو لایک کنید بابا بچه من نمیخوام بمیرم من همه جوونم آرزو دارم بلد نیستی بچه ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید تا من اینجا کشته نشم اینجا ما روستایی ها نمیتونیم زندگی بکنیم و باید ویدیو رو لایک کنید لایک نکنید میکشم دست جمعی میکنن اینجا مگه اسرائیلی مگه شما لایک کنید اسرائیلی نباشید اینجا الان ما رو دستلام رو دست جمعی میکنم بچه اینجا عربستانه سابان آفریقا میشه؟ چی میشه سابان؟ بچه من غذا میخوام غذا پس ویدیو لایک کنید کامنت بزنید کامنت کنید چه کامنتی بزنم مثلا بچه ها من برسن بنویسن ویلیجر کشته نشه برسید هم خب همین دیگه برسید هم وایسید من میخوام یه کاری اصلا کنم بریم تو خونمون جنگل بریم خونمون رو بچه منو خب بازار کنیم جنگل بسازیم چجوری دوستان بریم بیستا بسازیم ویلیجر یه احمق بچه ما یک گیر یه مش احمق افتادیم اینجا خفه شو محمد اسکلتون آی نو خر افتادیم خب بیاد آره بریم بچه روز دوم ما هنوز غارم پیدا نکردیم غار اسمش چی بود یادم نمیاد من غار پیدا کردم به زمان ماینکرافتی اسم غار چی بود یادم نمیاد آره کیف هنوز پیدا نکردم
بابا بریم آیرون یکم پیدا کنیم. بابا یه خونه رو بساز. اینا چیه؟ من اینا ندیده بودم تا حالا. چیا ببینم ندیده بودی؟ اینا این بردا آره. آها این بردا آفریقایی هم مثلا چرا نه این برگای آفریقایی نیستن. برگای جنگلی هم که چون وقتی به سمت آفریقا میرن یه رنگ راست میگی باشه با کمک کنید آماده کنید بیسو. بریم بیسو بسازیم دیگه. باشه من میخوام برم کجا؟ من دادم چی؟ 5 دقیقه شده نه 5 دقیقه شد. خب پارت بعدی رو دوباره میسازیم. بچه اگه از این سایت شدیم. بعدی آره. خب بعد این بریم یه مچ بد بارس.